سلام، وقت شما مجددا بخیر. پس از نصب میزان اولین کاری که میکنین ایجاد اکانت است. شما در صورتی که کارتان تنها افغانی باشه یک دخل افغانی براتون میسازین، دخل افغانی میزنین، نوعش دخل انتخاب میکنین، پولش افغانی انتخاب میکنین، بیلانس ابتدایی شما مثلا اگر نزدتان یک 20,000 30,000 افغانی دارین، 1 لک دارین، 2 لک دارین، اینجا میرسانین. خب بالفرض که ندارین صفر میمانین. اگر ما در دخل خودم داشته باشم مثلا 2500 12500 دارم، اکانت فروش و اکانت سرمایه رم حتما این دوتا رو تیک میزنم. در صورتی که خرید و فروش ما کلا در افغانی باشه، کاری با سایر گزینه ها نداشته باشم، در اون صورت اکانت فروش اکانت سرمایه را هر دوتایش تیک میزنم. بعد ذخیره را میزنم، بر من یک اکانت باز میشه با بیلانس 12500 افغانی. حالا اگر رفرش بکنم صفحه باز همیشه روی از این میتونم کلیک بکنم، بر ما گزینه ها را نشان میده. اینجا موجودی ابتدایی اکانت، نوش آمد 12500 افغانی پول است. میتونیم برگردیم به داشبورد، بازم ایرا میبینیم. متوجه هستین؟ به شکل ما اینجا میبینیم. یعنی شما اولین کار که پس از نصب اپلیکیشن میکنین همین باید باشه. هر وقت هم کدام مشکلی بود فکر میکردین اپلیکیشن کار نمیده، میتونین در اولش بیاین ان انستالش بکنین و پس دوباره انستالش بکنین. ان انستال چه رقم میشه؟ روی از این دبل کلیک راست کلیک میکنین، پروپرتیز میزنین، اوپن فایل لوکیشن رو میزنین، بعد از اون گزینه ان انستال میزان دات اگزر ای رو میزنین، ای به شما ان انستال میشه، یعنی از کامپیوترتان برداشته میشه. دوباره نصب کنین، دوباره همون مراحل رو پیش برین. در صورت که کدام مشکلی داشته باشه، یعنی اکانتتان اشتباه شد، خراب رساندین، متوجه شدین که مشکل داره، اولش میتونین این کار انجام بدین.